کارمندان شعبه منتخبی مبارزه ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت حالت به فروش برآوردن یاقوت سرخ را که سنگ قیمت‌بها اعتراف شده است آشکار نمودند. در جنایت مذکور استقامت کننده ناحیه جبور رسولов گمانبر دانسته می‌شود. در قلمرو جمهوری تاجیکستان برای داد و گرفت سنگ‌های قیمت‌بهای طبیعی معیارهای با قانون مستحکم شده موجود است که رعایت نکردن آن جنایت میباشد. با گرفتن اخبارات اپراتیوی کارمندان شعبه منتخبی مبارزه ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت حالت غیر قانونی به فروش برآوردن یاقوت سرخ را که به گروه سنگ‌های قیمت‌بها داخل شده مطابق قانون جنایتی جمهوری تاجیکستان داد و گرفت آن عهد غیر قانونی اعتراف شده است آشکار نمودند. جنایت مذکور در حدود مرکز ماموری ولایت سوخت شهر خوجند به قید گرفته شده است. در نتیجه چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی میلیسیا معین نمود که شهروند عظیمова و معرفت اسراروونا سالی تولدش 1985 استقامت کننده ناحیه جبور رسولов 24 عدد سنگ‌های طبیعی گوناگون رنگی زرچتاب، سبز رنگ و سرخ را برای استفاده بردن در مصنوعات زرگری به فروش برآورده است. طبق خلاصه ناظرات دولتی ایارگری 10 عدد سنگ‌های سرخ از گمانبر شده معرفت عظیمова مصادره شده با وزن عمومی 18.47 گرم سنگ طبیعی یاقوت سرخ بوده به گروه سنگ‌های قیمت‌بها داخل می‌شوند. 10 عدد یاقوت سرخ مورد معاملات غیر قانونی قرار گرفته باعث شد که نسبت معرفت عظیمова در اساس طلبات ماده 284 کودکس جنایتی بستن عهد غیر قانونی با متال‌های قیمت‌بها پرونده جنایتی آغاز کرده شود.